از کجا شروع کنیم داستان را؟ از بنی امیه بذار بگم تاریخ رو از بنی امیه شروع کنیم، بعدم تحلیل بزنم. بعد از پیامبر حق امیرالمومنین غصب شد. خب اون سه تا چیکار کردن بمونه، منافقین چیکار شدن بمونه. یک گروه بودن به نام بنی امیه. بنی امیه ویژگیشون این بود، آدمایی بودند که قبل از اسلام هم قدرت داشتن هم قدرت طلبی. اشرافی بودند که حکومت اشرافی خودشون رو در مکه دارا بودند و به این حکومت اشرافی هم حسابی چارچنگولی چسبیده بودند. کارشون به جایی رسیده بود که اینها در مکه هر چی میگفتن باید میشد. آقا غلام و برده اونها اگر بدون اجازه اونها باورش رو عوض میکرد مثل بلال میخوابوندنش رو زمین، سنگ داغ میذاشتن رو سینش، شکنجهش میدادن، احدی هم نمیگفت چرا. خب حکومت برای اینا خیلی مهم بود. درد اخلاقیشون هم ریشش هم بذار بگم. حالا بعضی از رفقا میگن حرفای پارسال اگه تکرار کردی یه چیز برای ما هم اضافه بگو. یه درد اخلاقی داشتن. اینم تو پرانتز بگم. آقا قرآن میگه درد اخلاقی آدم بزرگا تو بدی ها، اون سران بدی که شدن فرعون، شده ابو سفیان، شده نمرود، شده ابو جهل، میدونی چیه؟ که اینجورش میکنه کار به جای میرسه، با علی میجنگه، با امام مجتبی میجنگه، سر سید الشهدا رو در مقابل تخت خودش میبینه و با او آسیب میرسونه. میدونی چیه؟ قرآن میگه دردشون نماز نخوندن نبود، دردشون روزه نگرفتن نبود، درد اینا یه چیز دیگه است، تو دلشون بود. چطور؟ قرآن از فرعون میگه تو درباره ابو سفیان بنی امیه هم همین درد رو بخون. میفرماد اینا ویژگیشون این بود، فرعون انه کان عالیا. فرعون تو دلش خیلی بهش واسه سرگردن از بقیه بالاتر باشه. آقا این که میخواد دیگران رو پای دست خودت قرار بده، این دردیه که فرعون داشت او رو رسون به این که در مقابل خدا بجنگه. گیر بنی امیه این بود، میخواستن همیشه سر باشن. آقا پیامبر آمد، این امتیاز اینا از اینا گرفته میشد تا جایی که میتونستن برای پیامبر زدن. دیگه چی بگن؟ در اثر همین کینه ها و همین خواست ها و همین کش و قوس ها کار رو به جای رسوندن، عموی پیامبر رو بدنش رو تکه تکه کردن در بنی امیه دوست داشت امتیاز طلبی کنه. امتیاز مال خودم، تا جایی که میتونست با پیامبر مخالفت. آخر دیگه تیغش نبری، آخر دیگه فتح مکه آمد، آخر دیگه دست ابو سفیان بسته شد، آخر به جایی رسید که اگه به ظاهر نگو من مسلمانم گردنش زده شد. زنش هم خیلی عصبانی شده بود تو فتح مکه که ابو سفیان به ظاهر مسلمان شده، داد و بیداد را انداخته بود، بالاخره به ظاهر مسلمان شدن. اما بعضیا میدونید سیاستمدارها اینا خیلی تیزن، اهداف اصلی خودشون رو تو ذهن نگه می‌دارن، از موقعیت‌ها بر حسب پیش آمد اتفاق افتاده بهترین استفاده رو میکنن. یعنی تو لحظه تصمیم میگیرن چه کاری بکنن که با اون هدفشون بسازه. آقا بعد از پیامبر حق امیرالمومنین غصب شد، در حالی که ابو سفیان بیرون از مدینه بود، رفته بود پیامبر اینا رو میفرستاد برن بیرون. وقتی که میخواد بعد از پیامبر امیرالمومنین خلیفه بشه، مردم تلقین کنن جان امیرالمومنین مدینه خالی باشد. خب ابو سفیان فرستادن بره برو تو زکات فلان جا رو بگیر، به هوای پول بره، چشمشو میگرفت پول بگیر برای ما بیار. ابوبکر و عمر هم فرستادن با سپاه اسامه بره، خب نرفت. ابوبکر و عمر نرفتن، ابو سفیان رفت. وقتی برگشتید پیامبر از دنیا رفتن، اینا هم دست به یکی کردن، حق امیرالمومنین غصب کردن، شده ابوبکر خلیفه. چیکار باید بکنه؟ جای ابو سفیان باش تصور کن، شما با اون قدرت طلبی چیکار باید بکنی؟ چند راه پیش روش بود. یک، بیاد بگه آقا من میخوام این خلیفه رو عزل کنم خودم بشم خلیفه. کی باور میکرد؟ تو مردی که غلام پیامبر بودی، تو فتح مکه تو رو اسیر کردن شدی غلام، بعد آزادت کردن شدی جز طلقا آزاد شده ها، کسی احترام برای تو قائل نیست، سابقه ای نداری در اسلام جلوتر از دیگران حرکت کنی. از خودش نمیتونست رکن بشه. چیکار باید بکنه؟ برای اینکه بتونه به اون نقطه تمرکز قدرت برسه، آمد خودش رو در سایه قرار داد. آمد جلو، کی خلیفه شده؟ گفتن فلانی ابوبکر. گفت وای دیگه از اون پستر نبود، پسترین فرد، پسترین خاندان از قریش الان شده حاکم. خب چیکار می‌خوای بکنی؟ ببینید می‌خواست بره در سایه یکی قرار بگیره. شما باشید جای او، تصور کنید خودتون در سایه یکی قرار میدید تا اوضاع رو شلوغ کنید،
تا وضع رو عوض کنید، تا با یه قوقا بتونید برای خودتون موقعیتی نزدیکی به قدرت، به نقطه تمرکز قدرتی ایجاد کنید. آمد 2 نفری رو که او ابتداعاً مناسب میدید که وجه داشته باشن، سابقه در اسلام داشته باشن، در سایه اونا قرار گرفتن هم کار رو برای ساده کنه پیدا کرد. کیان؟ 1 علی ابن ابی طالب، 2 عباس. آمد سراغ امیرالمؤمنین، یا علی کار به جای رسیده دیگه، آدم ذلیل اینجوری خلیفه بشه، خب حالا چیکار بکنم؟ ابسط یدک، دستتو باز کن، باید بیعت کنم. من اگر بخوای مدینه رو پر از لشکر میکنم برم. چرا؟ میخواد موقعیت رو عوض کنه. شما نگاه بکنید افرادی که به نقطه قدرت میخوان نزدیک بشن، اول میشن وزیر، اول میشن سفیر، اول میشن در حاشیه سلطان، کم کم جایگزین اتفاق میفته. کودتایی نه، یا علی یا تو شروع کن، جایگاه تو رو ندارد ابوبکر. اگر بخوای مدینه رو پر از خیل و رکاب میکنم، پر از لشکر میکنم، پر از اسب میکنم، تجهیز سپاه میکنم، چون هم پولشو داشت، هم اراذل بیرون از مدینه بادیه نشینا به پولو خوب تمکین کردن. خب خریده بود دیگه، در احزاب خیلی ها رو بسیج کرده بود، در جنگ خندق بیان بر علیه پیامبر، میتونست، تجربه دار بود. اینو در نهج البلاغه نگاه کنید، حضرت امیر میفرماید تا اینو دید، حضرت امیر حکومت رو میخواد، اونم برای چی؟ برای اینکه احقاق حق کنن، برای اینکه مظلومین رو از زیر بار ظالمین در بیارد، برای اینکه قرآن رو عمل کنن، نه برای اینکه خوش به حکومت برسن. اما حکومت خواهیش هدف درستیه، از راه درست میخواد به دست بیاره، نه با کمک ابو سفیان. لذا تعبیر دارد در نهج البلاغه ابن ابوالحدید معتزلی که خوش از اهل تسننه، میگه تا اینو به امیرالمومنین گفت حضرت فمن طالما غششت الاسلام و اهله، تا همیشه در صدد غش و دغل‌بازی با اسلام و اهلش بودی، تا نمیخوای حکومت رو به من برگردونی، تو میخوای همون کاری رو بکنی که بنی العباس با ابو مسلم خراسانی کردن، با کمک او به حکومت رسیدن، بعد خودشون تکه تکه کردن. خب از حضرت امیر ناامید شد، خب چیکار بکنیم؟ رفت سراغ، با ابوبکر نمیساخت، ابوبکر هم با این نمیساخت، اصلا اولا با تحقیر آمده بود جلو، میدونست ابوبکر نمیسازه. آقا ابوبکر تنها کاری که به این کرد، باجی که بهش داد، که همون زکاتی که آورده مال خودت برو. خواهم کرد دیگه بلوای این برچیده میشه، رفت با خلیفه دوم با هم اعتراف کردن، حزب سم رو شروع کردن، درستش کردن. از اون به بعد دیگه کار دست بنی امیه بود در باطن، به دستور بنی امیه، به پیشنهاد بنی امیه، با صلاحدید بنی امیه، هر کی لازم بود از سر راه عمر برداشته میشد. اول خود ابوبکر رو کشتن، اول اطرافیان ابوبکر رو کشتن که دیگه نمیخوام بگم طولانی میشه. بعد کم کم رسید خیلی از سر راه برداشته شدن، عمر به خلافت رسید، به شرط اینکه بعد بره تو دامن عثمان که از ایناست، وجهش هم از بقیه بهتر بود، اسم داوادی پیامبرم روش بود، کارم همون جور شد. عمر آمد جاده صاف کنه، اینا شد همون که از تعمیر فرمود. خود عمر به آرزوش که نرسید، کار به جای رسید دست عثمان، افتاد تو کانال بنی امیه. گفت یه روز نشسته بودن، حضرت امیر بود، زبیر بود، ابو سفیان دیگه کور شده بود، دیگه مدیریت حرکت بنی امیه و سپاه سمی که میکشت، خیلی ها رو کشت، امام مجتبی رو کشت، مالک اشتر رو کشت، گفتم ابوبکر رو کشت، خیلی ها رو کشت. این سپاه مدیریتش دست معاویه افتاده بود. ابو سفیان یه پیر فرتوت شده بود و نابینا توی مجلس نشسته بود، برگشت پرسید کسی نیست نااهل، به قول ما منا نباشه، از خودمون نباشه، میتونم هر حرفی بزنم؟ زبیر اونجا نشسته بود، دید دست امیر هست ولی رو نکرد، گفت بگو هر چی دلت میخواد. برگشت گفت بنی امیه فرزندان من، هر چی میخواید با این توپ خلافت بازی کنید، الان توپ اومده تو زمین شما، مثل کره، عرب به توپ میگه کره، مثل کره توپ به هم پاس بدید، نگذارید از دستتون بیرون بره. والله ورای این خلافت، ورای این حکومت خدا و پیغمبر حرفایی نبوده ها. تا اینو گفت حضرت امیر شروع کردن جوابشو دادن، نفرینش کردن، گفت نفرین برای کسی بود که به من گفت شما اینجا نیستین و اهلی نیست، بلا نمیخواستم بکنم. حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چشمیست که جانها همه پروانه اوست، این چشمیست که جانها همه پروانه اوست. اردلی من سوی
هر دلی میل سوی کربلایش دارد، هر دلی میل سوی کربلایش دارد. من ندانم چه سریست که در خانه اوست، من ندانم چه سریست که در خانه اوست. خب چی شد تا اینجا؟ چی گفتم؟ اونی که عرض کردم مقدمه عاشورا رو باید از صدر اسلام بررسی کرد. از کجا؟ اونی که ما میتونیم از روی کار آمدن بنی امیه، سپاه اسلام در ائتلافشون با خلیفه دوم تا زمانی که عثمان روی کار آمد، عثمان در مدینه روی کار آمد، معاویه هم در شام حکومت خودمختار پیدا کرده بود، دیگه اینا شروع کردن برای خودشون کار کردن. چی کار که نکردن؟ آقا حرفمو تمام کنم با یه نکته دیگه. آقا صدر اسلام قبل از اینکه پیامبر به پیامبری مبعوث بشن و تا قبل از فتح مکه بنی امیه چی میخواستن و چی داشتن رو نگاه کن. بعد از زمان عثمان و بنی معاویه و یزید رو هم نگاه کن، این چه اتفاق افتاد. قبل از اینکه پیامبر به کار بیان اینا یه حکومت اشرافی داشتن که چی؟ بزرگ شهر خودشون رو به حساب می آوردن، تو جنگ ها تو تصمیم گیری ها دخالت میکردن، عزل و نسل میکردن، زر و تزویر به کار میبردن، قدرت طلبی میکردن، زراندوزی میکردن. درسته؟ حکومت دست به دست اینا میگشت. نهایت 3 تا ویژگی داشت. حکومت مال بنی امیه بود، اما این حکومتی که داشتند و سعی می‌کردن نگهش دارن، این حکومت اشرافیشون دارای محدودیت. یعنی چی؟ یعنی آقا هر کس جلوی این حکومت وای میستاد، اینو میخوابوندن روی خاک گرم، یا مثل بلال شکنجهش میکردن، سنگ داغ رو سینه‌اش میذاشتن، رو ریگ‌های داغ شلاقش میزدن، یا مثل سمیه 2 تا طناب به پاش میبستن و دستور میدادن این طنابا به پاهای شتر از 2 طرف برن، بدنش از بین از هم متلاشی بشه، یا مثل دیگران اذیتش میکردن. این بود. اما ویژگی که داشت این کار، این حکومت اشرافیشون با همه مردم اینجور نمیتونست رفتار کنه. یعنی حکومتشون، ظلمشون، شکنجه‌هاشون فقط متوجه امثال بلال‌ها، سمیه‌ها، یاسرها اینا بود، عمارها بود، آدمایی که ضعیف بودن. اما نگاه بکنید با پیامبر نمیتونستن این کارو بکنن. لذا در طول 13 سال بعثت بنی امیه به پیامبر آسیبی نرسوندن به این جور و به این نحو. در شب هجرت هم وقتی میخوان پیامبر رو بکشن میترسیدن، گفتن 40 نفر از 40 قبیله بیام که بکشیم. چرا؟ چون گرده ای رو نداشتن دیگه، با هر کس این حکومت اشرافی و این سلطه طلبی خودشون چیکار کنن؟ تحمیل کنن. بنی هاشم از اونها موجه‌تر بودن تو مکه. اما حالا کار به جای رسیده بود که این حکومت اشرافی بنی امیه تا به حال تو مکه بود، تا به حال با آدمای ضعیف فقط میتونست ظلم کنه، تا به حال پشتوانه عقیدتی یا نداشت یا خیلی ضعیف بود. به ابوسفیان اگه میگفتی چرا این کارو میکنی، چی میخواست؟ آیه قرآن نمیتونست برات بخونه دیگه. حالا به جای رسیده بود که این حکومت اشرافی اینها اگر تا به حال در مکه بود، حالا کل عربستان و کل ممالک مسلمان ها رو زیر سلطه گرفته دیگه. حالا معاویه شده بود و بنی امیه شده بودن و عثمان شده بود. کسی که حاکم اشرافی بود به هر کس هم می‌خواست حکومت رو میتونست بده دیگه. حکومت موروثی هم درست کرده بودن و در کل ممالک مسلمان ها کسی گرده نداشت در مقابل اونها حرف بزنه. اگر در مکه اینها با بلال فقط میتونستن ظلم کنن، بلال میتونستن شکنجه بدن، حالا حکومت اشرافی اینا آمدن و درست کردند که این حکومت اشرافیشون نه تنها فقط بلال ها نه، بلکه عزیزترین عزیزان کل عالم اسلام مثل سید الشهدا رو روی خاک گرم کربلا میخوابون و نه که فقط میکش، شکنجه میکرد به جوری که روز آخر مجلس شب عاشورا برات یه مقدارشو میگم و احدی نمیگفت، اعتراض نمیکرد، نمیگفت منت بشه. اگر حکومت اشرافی اینها پشتوانه عقیدتی نداشت، به زور فقط اینا حاکم بودن، حالا آمدند و حکومت اشرافی درست کردن که آقا پشتوانه عقیدتی پیدا کرده بود، کار به جای رسیده بود، می آمدن قرآن میخواندن، حسین ابن علی رو می آزردند و میکشتند. این چه هدفی؟ ببین از کجا تا به کجا رسیدن اینا. آقا خیلی عجیبه، وقتی سر سید الشهدا در مقابل چشم زینب بر روی نیزه بلند شد، لشکر به عنوان اینکه کار بسیار واجب انجام داده 3 بار تکبیر گفت. پشتوانه عقیدتیش سخت‌تر از همه بود، کار رو به جای رسونده بود. وقتی که
تیر گذاشته چله کمان، اولین تیر رو شلیک کنه به طرف سپاه سید الشهدا، صداش اینه یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای لشکر خدا سوار بشید به بهشت بشارتتون باد، حسین رو بکشید. کار به جایی رسیده وقتی فتوا میخواد بده حسین ابن علی رو بکشه دیگه نمیگه حرف اون اشرافیگری ساده مکه نیست، کار به جایی رسیده ان الحسین خرج علی دین جده فدمه هدر. از قرآن فتوا میگرفتن بر علیه سید الشهدا کو بر علیه دین جدش خارج شده، دمش به حکم قرآن هدره، بکشیدش. کار به جایی رسیده بهش اعتراض میکرد به اون سپاهی یزید، مرد که نانجیب آلوده حرامزاده، به چه جرأت و به چه دلی میای در مقابل اسلام و قرآن و امام حسین قد علم میکنی میخوان حسین رو بکشی؟ چی داری در مقابل خدا بگی؟ گفت روز قیامت بیاد میگم امامم اطاعت کردم، ولی هم خلیفه رو اطاعت کردم. یه حکومت اشرافی کوچیک بنی امیه توسعهش دادن، کار رو به جایی رسوندن که همون حکومت با وسعت بیشتر، همون حکومت با بدون محدودیت های قبلی، همون حکومت در وضعیتی که دیگه هیچ کس گرده نداشته روش بیسته. اگه سید الشهدا هم می بود به بدتر از وضعیت بلال دچار میشد. کار رو به جای رسوندن اگر میخواستی ردشون کنی تو اون اشرافیگری قدیم با سادگی میتونستی رد کنی. عمار اومد جلو مادر و پدرش، کجا رفتی؟ رفتم خدای جدید رو بپرستم. از بت پشت کردی، رو گردوندی؟ بله، بتا به درد نمیخوره. مادرش لرزید، چطور خدا رو عقب انداختی؟ چطور به خدای خودت پشت کردی؟ اما همینجور که بود، حالا یا عمدی یا سهمی شد، دستش رو زد به پت افتاد شکست. وای خیلی ناراحت شد مادره. شاید اینجور نکرده باشن، اما گفت بابا این خودشو نتونست حفظ کنه، از اون تاقچه نرفته، خواهد این عالم رو با عظمت رو حفظ کنه. به همین سادگی تمام دلیل بتپرستی و تمام دلیل اشرافیگری اینو از بین میرفت. اما در کربلا اشرافیگری رو درست کرده بودن که برای دلیل آوردن، برای اثبات، برای رد اونها نیاز بود سید الشهدا بچه 6 ماهش رو دست بگیره بیاره، هدف تیرش 3 شعبه قرار بده تا مردم بفهمند بابا این گروه مخالف چقدر آلوده و پریدن، قرآنی عمل نمی‌کنن، اخلاقی عمل نمی‌کنن، مستند درست ندارن. چی بود داستان؟ اینا حرکت بنی امیه بود. این داستانی بود که بنی امیه نوشتن و عمل کردن و کربلا رو آفریدن. موضوع بحثم تحلیل تاریخی عاشورا. از کجا شروع شد داستان؟ از صدر اسلام، اونی که آغازگر حرف ما بود، شروع بنی امیه و حرکت آنها به طرف تصاحب و کودتا و گرفتن حکومت. از صدر اسلام شروع شد و بعد از سقیفه و بعد از روی کار آمدن ابوبکر و در کربلا میوه خود رو داد. قصه لاله و سم اسما 13 ساله و سم اسما، قصه شر ساقی تفلان، ناله های همون انال عطشان، قصه تیر و خنجر اصغر، روی نیزه زدن سر اصغر، قصه کودکان آواره، غارت خیمه ها و گهواره، قصه آن اذان شیدایی، قصه سجده ای تماشایی، قصه یک لب ترک خورده، خواهری خسته و کتک خورده، آی قصه دست و پا زدن برگو، آخ 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 آخ، قصه نیزه و دهن در، قصه آتش و خیام حسین، قصه آخرین کلام حسین، قصه مرکب بدون سوار، قصه آن غروب و گرد و غبار،
قصه ای از اسیری زینب، از اسیری و پیری زینب، قصه ناله های یک مادر، پیکری پاره پاره و بی سر، قصه بوریا و یک خواهر، قصه ساربان و انگشتر، قصه ازدحام نامحرم، قصه کودکان قش کرده، محملی بی حجاب و بی پرده. حسین